شوهری سخاوتمند و زنی پرهیزکار. در زمان یک مرد ثروتمند زندگی میکرد که به هیچ چیز نیاز نداشت. و روز یک گدا نزد او آمد و گفت: به خاطر خدا نصف بایگری خود را به من ده. این مرد در جواب او گفت: به خاطر خدا نصف بایگریم را به تو می دهم. و نصف بایگریش را به او داد. پس از چنده به نزد او باز یک گدا آمد و به او گفت: به خاطر خدا نصف بایگریت را به من ده. آن مرد جواب داد: به خاطر خدا نصف بایگریم را به تو می دهم. و به او یک قسم مال و ملکش را داد. بعد چند وقت به نزد او گدای سیوم آمده التماس میکند: به خاطر خدا به من همه ثروتت را ده. آن مرد گفت: به خاطر خدا من چقدر ثروتی که دارم به تو می دهم. و باقی مانده اش را به آن گدا داد و به خودش هیچ چیز نماند. و همان وقت فرشته با شکل انسان به نزد او ظاهر می شود و می گوید: الله برای سخاوتمندی تو برایش تو را با آن چیز پاداش می دهد که آن را از همین دنیا انتخاب کنی. مرد از فرشته طلب کرد که به او وقت دهد. فرشته به او مهلت داد. آن مرد فوراً به نزد امام محلی رفت. با تشریف آوردن علاوه بر این وضع خود را فهمانده از امام مصلحت پرسید. امام فکر کرد و گفت: در این حالت من به تو مصلحت داده نمیتوانم. اما یک شخصی هست که در کوه ها زندگی میکند. به نزد او رو. البته به تو کمک کرده میتواند. وی به کوه برآمده به مکان زیستی شخصی که امام درباره اش سخن میگفت رسید. در را زده صاحب آن را در خانه با زنش یافت. صاحب خانه از مهمان درخواست کرد که در سر دسترخوان نشیند و از زنش باشد خواهش کرد که به آنها تربوز بیارد. وی خاموشانه به راه برآمد و در حالی که زنش برای تربوز رفت مهمان سبب آمدنش را فهماند. و آنگاه زن با تربوز برمیگردد و تربوز را در دسترخوان میماند. اما صاحب خانه به وی میگوید: این تربوزی بد است، برو دیگرش را بیار. زن با تربوز برمیگردد. وقتی آنها مصلحت میکردند زن با تربوز به خانه می آید و به دسترخوان تربوز را میماند. مرد میگوید: این تربوزی بد است، رو دیگرش را بیار. زن هیچ چیز نگفته برای تربوز می رود. مهمان سرگذشت خود را به اتمام رساند و مصلحت پرسید که او از خدا چی خواهد. و اینجا زن با تربوز می آید. صاحب خانه به مهمان نگریسته از او پرسید: در این مدت وقتی که ما صحبت می کردیم آیا در این خانه یگان چیز تغییر یافت؟ مهمان جواب داد: نه. صاحب خانه ادامه داد: تنها خدا، من و زنم می دانیم که ما یک تربوز داریم. لیکن من از زنم خواهش کردم که 3 مرتبه از کوه پایان فراید به انبار رود و از آنجا همان یک تربوز را 3 مرتبه به من آرد
اما به این نگاه نکرده او آرامانه گفته های مرا اجرا میکرد. چه خیلی فکر میکنی؟ تو چی میخواستی؟ مهمان جواب داد: زن پرهیزکار. صاحب منزل گفت: تو درست جواب دادی. پس از آن مرد به راه برآمد، به نزد فرشته برگشت گفت: من برای خود زن پرهیزکار میخواهم. آن فرشته پاسخ داد: در این دنیا تنها 3 نفر دختران پرهیزکار و راستکار باقی ماندند. یکی با شخص ازدواج کرده است که تو از آن مصلحت پرسیدی. دویمش فردا ازدواج میکند. سیوم پس از 10 سال تولد خواهد شد. کدام از این دو را میخواهی؟ یکیش فردا ازدواج میکند، دیگرش پس از 10 سال تولد میشود. مرد گفت: آنی که فردا ازدواج میکند. فرشته جواب داد: خوب، پس ما پگاه به نزد پدرش میرویم و او را برای تو خواستگاری میکنیم. روزی دیگر آنها به نزد پدر آن دختر رفتند. وی مردی شرفمند و با احترام بود. پدر دختر پرسید: شما با کاره یا با جنگ به نزد من آمده اید؟ فرشته در جواب گفت: ما با کاره به نزد شما آمده ایم. ما میخواهیم از شما دخترتان را برای این مرد خواستگاری کنیم. پدر دختر به غضب آمد و به آنها داد زده گفت: شما با جنگ به نزد من آمده اید. شما خودتان را چی میشمارید؟ مگر نمیدانستید که دختری من فردا ازدواج میکند؟ فرشته به زمین نگاه کرد و در زمین دانه سیب را دید. آن را برداشته به پدر دختر گفت: اگر من این دانه را به زمین پرتایم و آنگاه درخت روید که تمامی حولیتان را فرا گیرد، شما دخترتان را به این مرد میدهید؟ طبیعی است که صاحب خانه نمیدانست که در رو برای او فرشته با شکل آدم ایستاده است و تکبرانه گفت: خوب، آنگاه من وعده میدهم که دخترم را به شما میدهم. آنگاه فرشته دانه سیب را پرتافت و درخت رویید که شاخه هایش تمامی حولی را فرا گرفته بود. در شاخه ها چنین میوه های می روید که اگر یک دانه اش را چینی، در جویش فوراً میوه دیگر می روید. صاحب خانه این را دیده گفت: من به شما وعده داده بودم، دخترم به شما امانت. من با کسانی که پیش از شما راضی شده بودم خودم وضعیت را می فهمانم. و نزد دخترش رفته و او 7 تنگه طلا داد و گفت: شوهر تو موقع ضعیف دارد. این تنگه ها را گیر و شما یک مدت می رساند. مرد دختر را به زنی گرفته برگشت. پس از چند وقت زن به شوهر گفت: پدرم به من 7 تنگه های طلایی داد. شاید تو به بازار رفته به ما گاو خرید تا که ما زندگی امون را پیش بریم. شوهر راضی شد. 7 تنگه های طلایی را گرفته به بازار رفت. در بازار وقتی که او گاو خرید میکرد، ساکنان دیدند که او تنگه های طلایی دارد و خبر را به شاه رساندند. گفتند که نمیدانند تنگه های طلایی از کجاست. شاه تصمیم گرفت که آن شخص را خودش تعقیب کند. وی از خود بازار او را تعقیب میکرد. در راه بازگشت او مرد را دید که 2 بز داشت. این مرد به او با چنین سخنها مراجعت کرد: به خاطر خدا این گاو را به این 2 بز عوض کن. گاو به من فوراً لازم است. این مرد جواب داد: به خاطر خدا این گاو را به این 2 بز عوض میکنم. و راه را ادامه داد. دیرتر او مرد را دید که جامه پشمی پوشیده بود
و به این مرد مراجعت کرد: به خاطر خدا این دو بز را به این جامه پشمین من عوض کن. من برای خوردن چیزی ندارم. بر ضمن این در خانه عائله دارم. این مرد جواب داد: به خاطر خدا من این دو بز را به جامه تو عوض میکنم. دیرتر او با یک مرد دیگر که در سرش کلاه داشت روبرو شد و مردی کلاهدار گفت: به خاطر خدا این جامه پشمین را به کلاه من عوض کن. این مرد جواب داد: به خاطر خدا من جامه پشمینم را با کلاهت عوض میکنم. و در این وقت پادشاهی که او را تعقیب میکرد بیشتر حیران شد و به خود فکر کرد: این مرد جاهل است. گاو را به دو بز را به جامه پشمین را به کلاه عوض کرد. مرد رفته رفته چاه را دید. به نزد وی برای آب نوشیدن آمد. خم شده خواست که آب نوشد، اما کلاهش به چاه افتید. و پادشاه از پس دیوار برآمده به آن مرد گفت: آیا تو دیوانه هستی؟ گاو را با دو بزها را برای جامه پشمین را باشد به کلاه عوض کردی. کلاه عموما به چاه افتید. تو میدانی که زنت با تو چی کار میکند؟ آن مرد به شاه نگریسته گفت: زنم به من چیزی نمیگوید. من خواطر نیستم. پادشاه در حیرت مانده گفت: خوب، بیا شرط میکنیم. وقتی که به خانه برگشتی، اگر زنت در خانه دعوا نکند، پس من نصف شوهیگری خود را به تو میدهم. آنها راضی شدند. شاه در روزنه تیریزه ماند تا که گفتگوی آن مرد را با زنش گوش کند. وقتی که این مرد به خانه در آمد، زنش از او پرسید: تو برگشتی؟ شوهر جواب داد: بله، برگشتم. زن پرسید: گاو خریدی؟ شوهر جواب داد: بله، گاو خریدم، اما در راه با مردی وا خوردم که به خاطر الله طلب کرد که گاو را برای دو بز عوض کنم و من راضی شدم. زن گفت: چه خوب، حالا ما دو بز داریم. من آنها را در صحرا میچرانم. شوهر ادامه داد: بعد من با شخص دیگر وا خوردم که خواهش کرد که بزها را با جامه پشمین عوض کنم. من عوض کردم. زن جواب میدهد: چه خوب، اکنون شما چیزی دارید تا که در زمستان پوشید. شوهر دوام داد: بعد من با شخص دیگر وا خوردم که خواهش کرد جامه پشمینم را با کلاهش عوض کنم. زن جواب داد: چه خوب، اکنون شما کلاه دارید. شوهر میگوید: بعد من رفته از چاه آب گرفتم و این کلاه به چاه افتاد. زن به شوهر میگوید: الها خدا را شکر که شما صحت و سالم برگشتید. و او را آغوش کرد. پادشاه به وعده داده‌اش صادق ماند و نصف شاهیگریش را به آن مرد داد. خلاصه خود را برآرید. آدم چیزی را خوشبختی می‌بیند، اما در اصل خوشبختی صلح و محبت زن و شوهر است.